سلام خدمت بینندگان محترم فروشگاه ایران موتور، در خدمت شما هستیم با آموزش شستشوی کلاه کاسکت. هر نوع کلاه کاسکتی به نحوی قابل شستشوی به شرطی که ابر داخلی اون قابل جدا شدن باشه. برای شستشوی کلاه کاسکت اول باید قطعه برقی که بهش وصله مثل بلوتوث و دوربین رو حتما جدا کنیم تا در تماس با آب بهش آسیب نرسه. این قسمت سمت راست بلوتوث و قسمت بعدی بلوتوث که با آرومی جدا میکنیم و همزمان ابر داخلی رو ازش در میاریم. بلوتوث رو دوباره میتونیم نصب کنیم چون بلوتوث ها اکثرا چسبی هستن و به راحتی قابل جدا شدن و نصب شدن هستن. ابر داخلی رو به این صورت که میبینید جدا میکنیم. ابر داخلی اکثر کلاه کاسکت ها تو بازار موجوده، ولی بعضی از کلاه کاسکت ها به هیچ وجه ابر داخلیشون پیدا نمیشه. توجه کنید که این چفت های پلاستیکی ریزی که روش هست دچار شکستگی نشه که نه پیدا میشه و نه میتونید اون رو تعمیر کنید. برای شستشو قسمت های ابری کلاه کاسکت رو بهتره که تو دست بشورید. بعضیا میگن توی ماشین لباسشویی هم میتونیم بشوریم، ولی خب این قسمت های پلاستیکی ممکنه جای گیر کنه و دچار شکستگی بشه و حتی این که قسمت داخلی ابر پاره بشه. حتما توی دست شستشو داده بشه، با مواد شوینده بدون آنزیم بشورید چون کلاه کاسکت با سر ارتباط مستقیم داره و حتما باید ابر داخلیش طوری شسته بشه که بعدا موجب وجود اومدن قارچ، رشد قارچ و ریزش مو نشه. پس حتما با مواد شوینده بدون آنزیم شستشو بدید و با آب بسیار فراوان شستشو بدید. آب کشی کنید تا هیچ نوع شوینده روش باقی نمونه. قسمت داخلی کلاه کاسکت یعنی قسمت میانی پلی استایرن هستش که جلوی ضربه رو میگیره، ولی خب در مقابل آب ممکنه که باعث جمع شدگی این پلی استایرن بشیم و کاملا کلاه رو خراب میکنه و بلا استفاده میشه. قسمت داخلی رو حتما با یه دستمال فقط گردگیری کنید و کار دیگه‌ای لازم نیست بکنید چون قسمتی که کثیف شده ابر داخلیه که شستشو داده میشه. برای شستشوی تلق میتونید تلق رو به این صورت جدا کنید و حتما تلق رو فقط با آب شستشو بدید چون تلق در مقابله با مواد شوینده و حتی شیشه پاکن سریعتر کدر میشه و باعث میشه که دید ما کمتر بشه. پس حتما با آب شستشو بدید و دستمال نمدار اون رو تمیز کنید و خشکش کنید تا دوباره بتونید ازش استفاده کنید. لایه بیرونی کلاه کاسکت از پلیمر ABS و رنگیه که توی خورد خود کلاهه، رنگش نمیپره، ولی بهتره که از مواد شوینده خیلی تند استفاده نکنیم مثل وایتکس ها و سفید کننده ها. بهتره که از شیشه پاکن معمولی و یا حتی بهتره از یه دستمال نمدار استفاده کنیم و واقعا قسمت هایی که خیلی آلودگی داره و کثیفه و لکه هاش پاک نمیشه اون قسمت ها رو با شیشه پاکن تمیز کنید تا به رنگش آسیب نرسه. بعد از این کار ابرها رو بعد از خشک کردن و تمیز شدن کامل داخل کلاه نصب کنید. قبلش بلوتوث رو نصب کنید و بلوتوث فقط کافیه که با یه چسب دو طرفه داخل کلاه چسبونده بشه و کار خاصی نداره. بعد از اینکه ابر رو چسبوندید دوباره میتونید کلاه کاسکت رو استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که حتما قطعه‌های برقی که به کلاه کاسکت وصله مثل دوربین و بلوتوث با اینکه ضد آبه ولی حتما از کلاه کاسکت جدا کنید چون ممکنه که زیر اونا مواد شوینده باقی بمونه و بعداً موجب آسیب رسوندن به سر شما و ریزش مو و موارد دیگه بشه. این آموزش کلی شستشوی کلاه کاسکت بود. با اینکه کار خیلی آسونیه و خیلی سخت نیست، ولی خب برای افراد مبتدی مناسبه که حتما توجه داشته باشن به این ویدیو تا آسیب به کلاه کاسکت نرسه و بتونن دوباره اون رو استفاده کنن. دقت کنید که کلاهایی که استاندارد دیوتی دارن کلاهایی هستن که اگر ابر داخلی و تلق اونها به صورت زاپاس تو بازار موجود باشه مثل ردلاین و راپیدو کد 950 حداقل برای شما 5 سال عمر مفید خواهند داشت در صورتی که درست از اونها استفاده کنید و موجب آسیب رسوندن به اونها نشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه.